تو شب یلدا یک زوج عروسی دارند به نام احمد و رقیه. احمد جان شهروند خود ما شما است و خانم رقیه کرد هستند. همین لحظه پاهان شدن، میخوایم که امرشون صحبت کنیم، ولی قبل از او باید اجازهشون داشته باشیم. سلام اونا مطمئنن فارسی نمیفهمن. داماد ما افغان است و عروس ما هم ترک است. کرد هستن. خود ترکی صحبت میکنن. کردام ترک هستن. بسیار زود مبارک باشه شما. سلامت باشید. چطور اتفاق افتاد؟ پلان شده بود قبل از قبل که در شب یلدا شما مراسم برگزار کنید یا اینکه اتفاقی بود؟ اتفاقی بود. و خبر نبود شب یلدا. یک ماه پیش تاریخ معطل گرفته بودیم، یک هفته پیش توجه کنید به شب یلدا برابر همیشه از شب یلدا در خانه تاکید میکنیم، اما خوشبختانه امشب یه سال شب یلدا دیگه خاطر میمانه همیشه برمون. یگانه پسر مولسیش هست. یک پسر داریم؟ مادرک ما ماره؟ مادرک خودتون بشناسم، سلام هایم برش برسه. علیکم سلام و علیکم. بسیار زود دفتر مبارک باشه. چطور اتفاق افتاد که یک خانم ترک را انتخاب کنید برای روابط فامیلی بود دیگه؟ از آشنا شدیم. بله. افغانا رو چطور پیدا کردن اینا؟ مشکل نداره. زیاد خوش هستن، میگه فرهنگ ما خیلی هماهنگ هست. بسیار عالی. خوشحال شدم که امشب شما را دیدم. اینا فارسی نمیفهمم. برشان بود که سلام برشان تقدیم میکنم و امشب برتان مبارک میکنم و یک شب خاص و خوب داشته باشیم. میفهمونه کنه؟ بله خب بله فارسی مود زیاد هماهنگی داره، زبان انگلیسی با زبان فارسی میشه باشانی این لایتش کار است. خیلی میفهمه که شما چی میگید. خب خیلی پس میفهمن که چی میگم. خوب هستن؟ عاشقانه خب به هر صورت شما رو زیاد منتظر نمیمونم. بریم بخیر که امشب شب خاص است بر شما. بفرمایید. مبارک باد باشه. سلام باشین، تشکر یک جهان.